قاعده سوم، ثروت را زیاد کردن. وقتی که میبینید همیان خالی در حال پر شدن است، عادت میکنید تا حتما یک دهیکی درآمدتان را درون آن گذارید. خراجات خود را تنظیم میکنید تا از خزینه در حال رشد خود محافظت کنید. در قدمی بعد به شناخت مفهوم استفاده با ثمر خزینه و افزایش آن میپردازید. پول در درون همیان برای نگه داشتن لذت بخش است. کس را روحیه می بخشد ولی هیچ درآمدی ندارد. سرمایه‌ای که ما از درآمدمان پسنداز می کنیم فقط شروع کار است. درآمدی که این سرمایه می سازد آینده ما را شکل می دهد. ارکد در روز سوم درس این گونه با شاگردانش سخن می گوید. حالا ببینیم که چگونه می توانیم سرمایه خود را به کار بگذاریم. اولین سرمایه گذاری من مایه تأسف بود، زیرا تمام سرمایم را از دست دادم. داستان آن را بعداً تعریف می کنم. اولین سرمایه گذاری فایده آوری من وام بود که به شخص به نام اگر که یک زیر احساس بود دادم. او هر سال محموله های بزرگی برنجی را که از دریا می آمد برای کار خودش می خرید. به خاطر کمبودی پول نقد برای پرداخت به بازرگان، او از کسانی که پول اضافی داشتند قرض می گرفت. او مردی قابل اعتماد بود. او زمانی که زرهایش را می فروخت، قرضی را که گرفته بود با فایده قابل قبول پس می داد. هر وقت که به او وام می دادم، فایده دفعه قبلی را که به من داده بود نیز به او می دادم. بنابراین نه تنها اصل پولم زیاد می شد، بلکه درآمدهای سرمایه‌ام نیز افزایش می یافت. از این کار همیانم لذت بسیار زیادی داشت. به شما می گویم شاگردانم، ثروت یک شخص پول نیست که او در همیان خود با خود حمل می کند، بلکه درآمد است که آن شخص می سازد و جریان پول نقد این است که همواره به همیان او سرازیر می شود و آن را زیادتر می کند. این چیزی است که هر انسان آرزویش را دارد. این چیزی است که شما هر کدام از شما آرزویش را دارد. درآمدی که همواره ادامه داشته باشد، چه شما سر کار باشد چه در مسافرت. من درآمدی بزرگی درست کردم، آنقدر زیاد که یک مرد خیلی ثروتمند نامیده می شدم. وامهای من به اگر اولین تمرین های من در سرمایه گذاری موفق بود. با جمع آوری دانش از تجربه او، همزمان که پول نقدم افزایش پیدا می کرد، وام ها و سرمایه گذاری هایم را بیشتر کردم. ابتدا از منبع محدود و سپس از منبع بیشتر، جریان طلایی از ثروت برای انجام تصمیم های عاقلانه‌ای که داشتم به سمت جیبم سرازیر می شد. ببینید من از درآمدهای کوچکم لشکری از برده های طلایی ساختم که هر کدام کار می کردن و طلایی بیشتر تولید می کردن. وقتی آنها برایم کار می کردن و نیز بچه هایشان این چونین بچه هایشان، ثروتی که از تلاش های مشترکشان تولید می شد با شکوه بود. اگر درآمدهای منطقی داشته باشیم، دارایی زود رشد می کند. مثال زیر، یک کشاورز وقتی اولین پسرش به دنیا آمد 10 تنگه نقره پیش یک وام دهنده برد و از او خواست تا این مقدار را تا زمانی که پسرش 20 ساله می شود به وام بگذارد. وام دهنده این کار را انجام داد و قبول کرد که مقدار فایده 1/4 ارزش پول اصلی در هر 4 سال باشد. کشاورز نیز با این مقدار موافق بود، زیرا تصمیم گرفته بود این مقدار پول به همراه فایدهش برای پسر خود کنار بگذارد. وقتی پسر به سن 20 سالگی رسید، کشاورز پیش مردی وام دهنده رفت تا از احوال سرمایه‌اش جویا شود. وام دهنده به او گفت چون سرمایه‌اش با بهره مرکب افزایش یافته است، اکنون آن 10 تنگه به 30 تنگه و نیم افزایش یافته است. کشاورز خوشحال شد و چون پسرش به تنگه ها نیازی داشت، آنها را پیش وام دهنده باقی گذاشت. وقتی پسر 50 ساله شد، پدر مرده بود. وام دهنده به پسر 167 تنگه نقره داد. پس در 50 سال این سرمایه گذاری فایده معادل 1700% داشت. بنابراین سومین راه حل برای یک همیان خالی است که هر تنگه را به کار بگمارید که آن هم یکی معادل خودش را بسازد، مثل گله در مزرعه کمک کنند
و برایتان درآمد ایجاد کنند. جریان از ثروت که به طور پیوسته به همیان شما سرازیر شود.